اینجا زمینی کشاورزی است. مکانیزاتوران آن را شودگار میکنند و به کشتی نوبتی آماده مینمایند. زیرا حالا موسم شودگار است. زمین‌های شودگار گردیده به خواجگی دهقانی اولیا تعلق دارد و نزدیک 30% کارها باقی مانده است. پس از شودگار شدن زمین به کارهای اگروتکنیکی دقت مخصوص ظاهر مینمایند. زیرا سال روان دهقانان تصمیم گرفتند که پنبه‌دانه پخته را کشت کنند. جماعت دیهاتی پلدارک 3450 گکتار زمین شودگار شونده است که تا امروز ما زیاده از 2100 گکتار شودگار کردیم. از سبب بارشات و چیز در تیر ماه زیاد شد، بعضی زمین ها خاک هستند، نمناکشان زیاد شودگار نشده است. ما کوشش میکنیم که شبانه اگر هوا سرد شود شبانه را هم شودگار کرده در روزهای نزدیکترین شودگار را به آخر رسانیم. احتمال است در حدود جماعت پلدارک کشتی پخته بیشتر کرده می شود. زیرا موسم گذشته هرچند هوا نامساعد آمد اما نشو و نمای پخته خوب بود و دهقانان توانستند حاصل دلخواه به دست آورند. از این رو زمینی کشاورزی را برای کشتی پنبه‌دانه آماده می نمایند. در حدود جماعت در عموم 3900 گکتار زمین کشت شونده است که 3400 گکتار برای شودگار دیگه حاضر مثال بیده و دیگه چیزاست که برای شودگار کردن امکان نیست که زمین های شودگار میشدگی 3450 گکتار است. ما زیاده از 2100 گکتار شودگار کردیم. باد و هوا سبب که پست آمد و چی شد همون چینش در دیرتر شد چینش پخته. امسال کوشش کردیم 2500 گکتار زمین پخته کنیم. در این خواجگی دهقانی موسم شودگار ادامه دارد. ماه نوامبر آغاز شده بود. این موسم تا آخر ماه ینور جریان گرفته تا آن دم تمام زمین‌های کشاورزی ولایت شودگار می شود و برای کشت آماده خواهند کرد. گزارش مفنوشکر و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.